سال 1385 دو برادر که یک تجربه ناخوشایند از خرید دوربین دیجیتال داشتن، ایده راه اندازی فروشگاه اینترنتی که توش بتونن دوربین و موبایل رو بفروشن راه اندازی کردن. این دو برادر چون قصدشون فروش کالاهای دیجیتالی بود، اسم کسب و کارشون رو گذاشتن دیجیکالا. البته که این اسم فوق‌العاده خوبی بود در زمان خودش، ولی خوشبختانه این بیزینس رشد کرد و بزرگ شد. به جایی رسید که تقریباً 8 میلیون کالا داخل سایتش داره فروخته میشه، مثل ترشی، مثل لباس. اینجا بود که نام خوب دیجیکالا، نامی که باعث موفقیت این کسب و کار شده بود، الان تبدیل به مانعی برای رشد این کسب و کار شد و مجبورن کمپین هایی رو برگزار کنن که دائما بگن که ما منظورمون از دیجیکالا فروش دیجیتالی هر چیز هست، در صورتی که کسب و کارهایی مثل ایبی یا آمازون هرگز نیاز به همچین کمپین هایی ندارن. نامشون بی‌نهایت و نامحدود است. اگر میخواین چنین اشتباهاتی رو در ابتدای کسب و کارتون نداشته باشید، حتما هایلایت های آموزشی ما رو ببینید و یا در وبینار آموزشی آینده ما شرکت بکنید.